یعنی لباس ها خشک در تن. عکس بعدی دروغ است. نه مدینه جان دروغ است. نه قاسم فقط آرزوی تو است، فقط در خواب تو است. خدا قاسم مگم چقدر یک جفت زیبا هستیم. با وجود از اینکه من از مدینه جان خواهش کرده بودم که عکس‌های فامیلی ما و عکس‌های شخصی ما را شریک نکنین. دوستی جانی هستیم. بازم یک فکر بکنین. یک فکر چنج میشه با قلب رفت. آیا مدینه جان تشکر که بودین. بیاین که یک سرود مقبول و زیبا را نکنین تو دیگه. یک بار دیگه صحیح است دیگه.